He was one of the best trial lawyers ever. Juries used to love you. What happened? You drank too much. That's not accurate. سریال گولایت 4 فصل داره و از 2016 تا 2021 از آمازون پرایم پخش شده. Are you by chance Billy McBride? Huh? Billy McBride. The case is dismissed. I'm also داستان با یک پرونده ظاهرا ساده شروع میشه ولی کم کم گره ها و لایه های پیچیده‌تری از ماجرا باز میشن. سریال پر از دیالوگ‌های قویه، فضای تاریک، حس تعلیم، طوری که مخاطب مثل بیلی قدم به قدم درگیر کشف واقعیت میشه. بیلی وکیلیه که نه از قدرت میترسه نه از باخت. تا وقتی حقیقت رو پیدا نکنه دست بردارم نیست. Fraud is a dangerous accusation, Mr. McBride. They knew Tramadone was addicted from the very beginning, Your Honor, this is verging on slander. I'm trying to get to the truth here, shitface. Mr. McBride, you are out of order. And you better be able to back up your claims or you're done here. What is the source of your information? بیلی باب تورنتون در نقش اصلی با کمترین کلمات و بیشترین معنا نقشی رو میسازه که بیشتر حس میشه تا دیده بشه. اون برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول مرد در ژانر درام شد. داستان سریال خیلی پرکششه و شخصیت اصلیش کاریزماتیکه. با دیدن این سریال حس میکنی تو دنیایی هستی که سکوت بیشتر از فریاد حرف میزنه و حقیقت همیشه یه جایی زیر دست و پای قدرت قایم شده.